سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو قشمری و حنک خواه به فرمانده فیلق القدس ین بسر حرس الثوری ین ایرانی و قاسم سلیمانی کرد. دو کرت ویدیویی که ده گل سر توییتر خو بلاف کریه. نتانیاهو بانگ لسلیمانی کرد گو بنگهن خواه ین لشکری لسوریه بپارزه. لجه گو وره بحثا هلبجارتنن پرلمانی اسرائیلی بکه گو بریارد نیسانا بده ورن لدار خستن. نتانیاهو هر وها دیار کرد گو حتی گو او سروکی حکومت اسرائیل به او شر لدجی ایران رانا وستینه. نتانیاهو اشکره کرد گو سیاست وان اشکره او جی گو رجدن لسر جنافبرنا هبونا ایرانی لسوریه تایبت گل دجی برجواندین وان رادوستن. اوا خفتن نتانیاهو تن پشتی گو روزنامه الجریده یا کویتی بلاف کربو گو فرمانده فیلق الشام قاسم سلیمانی گوتیه اگر ایران چند ایریشان لسر ناوندا اسرائیل بکار بینه اگر هیا گو نتانیاهو دهل بجارتنن پرلمانی اسرائیلی ده ورشکستن. هر لگوری روزنامه نافبوری گو سلیمانی دبینه گوریا تکانه اجبور آوستاندنا ایریشن اسرائیلی لسر سوریه او برسفدانا هر توپک اسرائیلی بسر سوریه و بسه توپان برف اسرائیلی هر وها حولا خستنا بالافرن اسرائیلی دم توبارانه گو ایران فشارک مزن لسر سوریه دکه داکو برسوا اسرائیل بده به تایبت پشتی گو اسرائیل ایریشن داوی لسر شما پایتخت لخوا گرد.